و در پارلمان ازبکستان بحث و بررسی درباره ناس، یک نوع تماکوی محلی، ادامه دارد که در تاجیکستان هم زیاد استفاده می شود. وکیلان مردمی ازبکستان این هفته مسئله آن را بررسی کردند که آیا ناس را به کلی منع کنند و یا استحصال و فروش آن قانونی شود. مقصوده وارث و وکیل پارلمان از جمله گفت که استفاده ناس را باید منع کرد، ولی این در جامعه ناراضگی برمی‌انگیزد یا باید استحصال و فروش آن را به مجرای قانون درآورد. وزارت تندرستی ازبکستان می‌خواهد استفاده ناس به تمام منع کرده شود. کی تعریف کرده است؟ کجاست همه آدمی که همین ناس تعریف میکنه؟ حبیب خدا میگوید کفا بالمرء اثما ان یضع من یقود. از روی گناه برای همون ناسکش میگوید بسنده است که حق کودکاش در ناسخری استفاده برد. اگر همون پولی که در ناسکشی و سیگارت کشی اگر ما صرفش کردیم، این حق کودکا است. ما در روی گناه همینش میگوید برای شما بسنده است. اگر ناس کشیدی طهارت کن، سیگارت هم کشیدید طهارت کن. این از روی تقوا هست، این از روی پرهیز است. زیرا حبیب خدا گفتن کسی پیاز میخورد، کسی سیر میخورد، کسی ترب میخورد، کسی پودینه میخورد، با مسجد ما نیاید. زیرا بدن او بوی میکند، ملائکه ها از وجود او میگریزند. وقتی ناس آیا بوی ندارد؟ همین ناس کو همین نزد یک دهن ناسکش، یک دهنش تماشا کنیم، باور که دهان ناسکش به دهان آدم مانند نیست. نه دندانی حلال است، نه گوشت حلال دارد. یک بار گفته بودیم، بعضی آدم ها گفتن بسیار خوش آمد به مردم، لیکن باز میگویم که آفرین به همون زنی که در پهلوی ناسکش خواب است. آفرین، باور کنید. انا مولانا میگه باید همون زن اگر فوکش بند خواب کرد درست است میگه.